خسرو این حشره کش تقلبی چیه که خریدی؟ تقلبی آقا جون چی شده مگه؟ حشره کشو خالی کردم تو اتاقم، خودم سردرد گرفتم داشتم میمردم، بعد پشه رو آینه اتاقم وایستاده داره شاخکاشو مرتب میکنه. چش نداشتی نگاه کنی ببینی تاریخ مصرفش 1 سال تموم شده؟ آقا جون حشره کش تاریخ مصرفش بگذره که سمش بیشتره. کم کمش بشه باید دل درد بگیرن مسموم بشن لااقل. چرا چرت و پرت میگی پسر؟ مثلا روی سم تاریخ انقضا میزنن که بعد از تموم شدن تاریخ مصرف سمش بیشتر شه. ای وای باز تو منطقش گیر کردم. آقا جون راستشو بخواین جنس ها گرون شده. دیدم یه جا حشره کش نصف قیمت میفروشن، منم سریع خریدم دیگه به تاریخ اشتگاه نکردم. حیف نو. لطف داری آقا جون. خدایی یعنی اوضاع اقتصادی اینقدر خرابه؟ خراب؟ دایی الان وضعیت جوریه که وارد بقالی میشی به بقال سلام میدی هیچی هم که نمیخری میای بیرون 47 تومن خرجت میشه. پسر امروز از بانک زنگ زدن گفتن خونه میخواین؟ میگفتی آقا جون؟ گفتم آره. طرف گفت پس بیارید وامتون رو پرداخت کنید تا خونتون رو مصادره نکردیم. شما چی گفتی آقا جون؟ گفتم باشه بذار یارانمونه بگیریم بعد. آقا جون میگن جدیدن 1 سال به سالهای کنکور شب اول قبل اضافه شده. چه سالی؟ هیچی میپرسم با 45,000 تومن یارانه دقیقا چه غلطی کردی تونستی زنده بمونی؟ خسرو اسم مردن رو نیار که اونم توی این نظام خیلی خرج داره. تو سایت قبر 1.5 متری دیدم نوشته بود 300 میلیون تومن، تازه بدون آب و برق و تلفن. من که از الان وصیتمو کردم بابا منو آتیش بزنی که خرج بر نداره. آقا جون بلا از شما دور باشه، ولی به نظرم فکر خوبی نباشه. آخه بنزین هر لیتری 3,000 تومنه ها. پسر میشه ما سرمونو بذاریم زمین بعد تو راجع به ما فکر کنی؟ بی جنبه. حالا ما یه چیزی گفتیم ها. کامی اوضاع خیلی خرابه. میگم از این مشنگای نظام خبرترین داری بخونی که شاید آقا جون رو یکم بخندونیمش. آره دایم خدایی الان میخونم. دوغگی ترین اظهار نظر هفته معاون وزارت راه و شهرسازی گفت بازار اجاره مسکن رو سامان دادیم، حالا نوبت بازار خرید و فروش است. بگو یه 2 دقیقه سامان ندید یه نفسی بگیریم بعد. ببین خودش سر شوخی رو باز کرده. بهش بگو پینوکیو رو تو بکن اونور با دماغت کورمون کردی چاقا. کامی جا این مملکت وقتی سامان پیدا میکنه که مسئولین نظام گورشون رو از اینجا گم کنن. بریم 2 تا چایی بریزیم بخوریم بابا. آقا جون بسن چی؟ تو هم چایی میخوای خسرو؟ پس بپر 3 تا چایی بریز بیار بخوریم بمونیم بابا. ای وای بازم بی موقع دهنم باز شد. خاندایی